ابو بکر و عمر جبت و طاغوت میگه. امی طایفه که مردم اینطور دوستی خطش میکنه که پرسان نکن، یا ادعا و افتخار بی اساس تمنا داره، آرزو داره، دیگه کسا را هیچ انسان نمیگه. خب الله چی میفرما؟ یکی خود تمنای بی اساس و نعوذ بالله ادعای بی اساس میکنه که ما کلان شویم، پاچایی از ما باشه. باز بدبخت ها چطور است؟ اگر در اختیاری از یا چیزی قدرت یا چیزی مال باشه، باز آنقدر بخیل هستند که هیچ چیزا به مردم هم نمیده. دو صفت قبیح یاد داره: تمنای ادعای بی اساس و دوم بخل. چه رقم؟ ام لهم نصیبنا، یا هست برای از یا حصه من الملک از پادشاهی. فیضان پس دری وقت لا یوتون الناس نقیرا، و مردم آنقدر بخیل هستند که به اندازه نقیر براتان گفته بودم که چیسته؟ امو بلندیگک یا داغکی که در خسته خرماست، به مو اندازم به کسی دیگه قائل نیستن. اتو مردم جا طلب و نعوذ بالله تنگ نظر هستند. معلوم شد که انسان جا طلب و تنگ نظر نباشه و ادعای کلانی را به خود نکنه. وی الله اینطور آدم دعا میکنه که یا الله هر مرحله که در اونجا طاعت و عبادت تو را بجا کرده میتونم امور را برای من نصیب بکن. همیشه نگو که الله مرا پاچا بساز، مرا وزیر بساز. پاچا و وزیر میشی لیکن در بدر میشی، حق و حقوق مردم را رعایت نمیکنی، آتش جهنم و مستحق ترین بدن تو میگرده که آتش جهنم بسوزانته. نه، بگو الله هر آن امری که خیر برام است، خیر دینم است، او را برای من نصیب بکن. یهود این صفتای مذموم داشت. ام یحسدون الناس، این دیگه مسئله شان است، مسئله حسد از یا این مسئله اشتم است که سخت حسد داره. حسد چی را میگه؟ یک نعمت دیگه کس ببینی، تمنای زوال امون نعمت تو داری، که بری تو بیایه و از او زائل شوه، این را حسد میگه. اگر نه که از او زائل نشوه، به او حاصل است، توم تمنا میکنی که به من حاصل شوه، این را غبطه میگه. غبطه جایز است، حسد ناجایز است. پس ای یهود سخت حسد کننده هاست، حسد داره. ترقی پیشرفت دیگه مردم نمیخواه، برتری منزلت دیگه مردم نمیخواه، میگه فقط برای ما باشه. حسد همی طور است. اما او روز گفتیم که حسد انتقاد به تقدیر کیست؟ الله متعال است. الله از یاد میکنه. ام یحسدون الناس، یا حسد میکنم رای مردم، علی ما آتاهم، بالای اون نعمتایی که آتاهم الله، که داد الله برشان، من فضلی، از احسان خود. ختم نبوت نصیب مردم مکه کرده غیر از بنی اسرائیل، یا است که کمالات و فضایل الله برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم داده. یا خو خیلی قطش حسد میکنه، حسد هم سرینمی کمالات میکنه. معلوم شد که اینجا کمالات وجود داره که یا قطش حسد میکنه. فقد آتینا علی ابراهیم الکتاب والحکمت و آتیناهم ملکا عظیما. یا چرا اینقدر تنگ نظر است؟ نعوذ بالله. در دلشان میگرده که هیچ چیز به مسلمانان داده نشود، در حالی که ما داده بودیم به ابراهیم علیه السلام کتابه. پس مردم در مقابلش حسد کنن؟ و خودی از یا پاچایی بزرگ دادیم، پس دیگه مردم بگوید که بریتان داده نشود که تو تمنا داری، خود دیگه کسان بازم تو تمنا بکنه. یا اینقدر حسد داره، ضد داره، نمیخواد که شما سرفراز باشه، افتخار داشته باشه. نه، کمالات و فضایل شما را بالکل نادیده میگیره، یا اینقدر جاه طلب و نعوذ بالله انحصار طلبی میکنه. فقد آتینا علی ابراهیم، یقینا ما داده بودیم ابراهیم علیه السلام الکتاب. چرا؟ اگر حسد میکنم برای پیغمبر، حسد کنه با بزرگای کلانی خود. ابراهیم علیه السلام یا میگه پیغمبر ماست، خلقت از اون حسد بکنه. وی چرا او را الله پیغمبری داده بود، حکمت والحکمت، نبوت، کتاب داده بود. والحکمت نبوت، یا والحکمت اسرار کتابه، یا والحکمت حدیثه. عمل خودی پیغمبر حدیث است، تعبیر به حکمت میشه. و آتیناهم ملک عظیما، ما داده بودیم برای ازیا ملک عظیما، پادشاهی خیلی بزرگه در بین خاندان ازیا. پادشاهی یوسف علیه السلام، سلیمان علیه السلام، داوود علیه السلام، بزرگ پادشاهی. سلیمان علیه السلام یک خطیز زمین چی میکرد؟ زیر تصرفش بود. پس قطع ازیا مردم حسد کنه. فمنهم من آمن بی، پس هیچ وقت مؤمن بعد قطع کسی حسد نکنه. چرا؟ عمل مذموم و قبیح یهود بود. بخل عمل مذموم و قبیح یهود بود. اینا یهود بخیل بود، با بعد بخیل نباشیم. در چی چیز؟ نه در علم،
نه در مال، نه در نفوذ اجتماعی و نفوذ رویداری. هر چیزی که داری تو باید بخیلی نکنی، در موقع حاجت به مردم پیش کن. اگر ضرورت به علم است نشر کن، به مال است مصرف کن، نیاز به نفوذ اجتماعی میشه در میدان استاد شو که من میرم تا حکومتم، من میرم دعوا میکنم، کی مسجد بند میکنه؟ من خو میرم قطعی کرزه نشست دارم، خدا میگم که اینطور کسی پیدا شده. اینه از نفوذ اجتماعی خود چی میکنه؟ کار میگیره. چرا بخیل نیسته؟ چرا این صفت یهود بود؟ مؤمن بخیل نمی باشه، مؤمن حسود نمی باشه، مؤمن تمنای و ادعاهای بی اساس و کاذب نمی کنه. این صفتای مؤمن نیست. در امت پیغمبر علیه السلام بعد اینطور کسی پیدا نشود. فمنهم من آمنه، پس اگر حسد کاری خوب می بود، پس چرا قطعی بعضی بزرگای خود میگه حسد نمی کنن؟ فمنهم من آمنه بهی، پس بعضی از یو کسایی بودن که ایمان آوردن بهی بالای پیغمبر علیه السلام. و منهم من صد عنه، بعضی از یا کسانی بودن که منع کردن نفس خود عنه از ایمان آوردن یا دیگران هم نماندن که ایمان بیارن. کدام نعمت که الله متعال به آل ابراهیم داده بود، طایفه ها در مقابل این نعمتات دو شدن، دو طایفه شدن. یک طایفه همین نعمت شکرگزاری کردن، قدردانی کردن، فهمیدن که الله متعال رحم بزرگ سر ما کرده. خب طایفه دیگه از جاده حق برآمد، نعوذ بالله رای حسد در پیش گرفت، نمیخواستن بالای کسی نعمت الله بیا حق برشان نصیب شود. در اینجا اشاره به ایسته که الله نعمت بزرگ عقیده صحیح را بر ما نصیب کرده. قلب ما بسیار از کینه و از تنگ نظری پاک باشه که دیگه کس چرا این عقیده را یاد بگیره. از همون خاطر یک تعداد مردم از اصل حقیقت مردم آگاه نمیکنه، میگم من این عقیده را یاد کردم دیگه کس یاد نکنه. حسد نکنه، نه، الله براتان نعمت داده شایع کرده بره. چرا شکری نعمت نمیست که دیگه کسم به می عقیده دعوت بدی، که وقتی دعوت دادی شکر نعمت الله را کشیدی. و کفا بجهنم سعیرا، کافیست جهنم از روی شعلور شودن و سوزان بودن. به این طور جهنم بره که مکمل سوزان است. ان الذين كفروا، دوم معنا کسانی که انکار کردن، تفکر و تعمق نکردن، نظر و فکر نکردن، بلکه شکوک و شبهات در مورد نظام پیغمبر انداختن. و جای از اینکه تأمل بکنه که این پیغمبر چه آورده بر ما، بی آیاتنا انکار کردن، با آیاتای ما. مراد از این عام است. کدام آیاتایی که دلالت بالای توحید الله داره، بالای احکام داره، کلی از یار در نظر نگرفت. الله میگه سوف نسلیهم، زود از کیا را داخل کنیم نارن در آتش، کلما نضجت جلودهم، هرگاه که بسوزه جلودهم پوستای از یا بدلناهم، ما عوض میاریم جلودن پوستا غیرها، غیر از پوستایی که پیش سوخته، لیذوقوا العذاب، که بچشه عذاب. ان الله کان عزیزا حکیما، یقینا الله زبردست ذات است، این طور عذاب داده میتونه، هیچ کس اراده الله را منع نمیتونه. حکیما، اگر کسی سوال کنه که چرا یار عذاب میده، این بندگانی ضعیف و عاجزه، انسان خو خیلی عاجز است، چرا بار بار پوستش تبدیل شده ابا چیست عذاب برش داده شود؟ الله حکیم است، بنابر حکمت امی کار میکنه، حکمتش میگه. صفت مذموم دیگر یهود ای بود که بدون تفکر و بدون چیست تأمل گپ رد کردن، گپ نقبول کردن. این صفت غلط یهود بود. آیتای الله آمده بود یک دفعه فکر میکردن این چی بر ما میگه، چی نقصان به ما داره، چی فایده به ما داره، انسان ارزیابی بکنه. امروز مردم ما چطور است؟ قرآن برش میخونی یک کمی فکر نمیکنه که همین مولوی سے بر ما قرآن ترجمه میکنه، این برای نفع ماست یا به ضرر ماست؟ نه، مولا صاحب برش گفته، مولا صاحب پیش تقریر کرده در سری منبر برش گفته مردم کولا سفیدکا پیدا میشه از پاکستان میاد، قرآن و حدیث هم خوب میفهمه، میشناسه، مردم ایران میمونه خب همینطور بیدار میشه، میشناسه. اول دعوتش به سوی توحید الله است که همین کلمه توحید گفت شروع کنه در جانش زدنش شروع کنه. چرا؟ دلیل در مقابلش گفته نمیتونه. ملای ما عوام تا این اندازه را تحریک کرده تأمل و فکر کردن در یک چیز خوبان که تو سخن بگی بعد از او فکر بکنه. امروز شنید شوبره در خانه خود بشینه که همین مولوی صاحب امروز برای ما در ترجمه قرآن چی گفت، همین با فایده ماست یا نقص ماست؟ واقعیت آدم باید در این فکر بکنه.
هر انسانی که تأمل و تفکر داشته باشه حق خامخا پیدا میکنه، فتوای غیر عادلانه را در حق کسی نمیده. کتاب دایی سبکی بخوانی انشالله این نکته را خوب درک میکنی. شیخ محمد ابن عبدالوهاب کدام شخصیت است؟ وای این جاسوس انگلیس بود. کی گفته؟ مستر همفر گفته. مستر همفر نعوذ بالله سخنش عیناً سخن قرآن است. مستر همفر سخنش سخن پیغمبر است. با هیچ وجه تکذیب نمیکنی. در حق برادر مسلمان چطور نظر داری؟ الله برات چی گفته؟ تبیین نمیکنی، تحقیق نمیکنی. خو مستر همفر خو گفته بیا که کتاب شخصی خودی محمد بکشیم که چی رقم کتاب است، چی گفته. امیال کتاب و توحیدش است. آیا کدام مرد عالم پیدا شده میتونه که امور رد کنه؟ ها؟ چرا رد نمیتونه؟ به خاطری که به اساس کی نوشته شده؟ کتاب الله و سنت مستدل. امی مردمی که از اون نفرت داره چرا رد نمیتونه؟ یک کتاب از ضدش نوشته کنه میتونه رد کنه؟ کلا قطعا نه. قرآن مذمت یهود بیان میکنه که تأمل نمیکنه، سوچ نمیکنه در یک گپ و بعد از او فیصله نمیکنه. امروز مردم مسلمان ما همونطور نیست. گپ مستر همفر را قبول داره، کتاب قلم شخصی خودی محمد قبول نداره. ما خیر کدام مردم هستیم؟ چه قسم؟ آیا با قرآن عقیده داریم؟ قرآن خو میگه اذا جاءکم فاسق بنبأ چیسته فتبینوا. شما تحقیق کنی، جستجو کنی که همی گپ واقعیت داره یا نداره. این خو کار یهود است نعوذ بالله که تعامل نمیکنه، خود برتر دانسته دیگران را قلم محو کش کرده رو ایسته که هیچ نیستن. الله متعال میگه که شما اینقدر نعوذ بالله تکبر میکنی حتی گپ دیگه مردم به اندازه 1 روپیه ارزش هم نمیدی، نمیشنوی، هم تعامل هم نمیکنی. سوف نصلیهم زود است که داخل کنیم یارن نارن در آتش یک دفنه کلما نضجت هرگاه که میسوزه جلودهم پوستی از یا بدلناهم ما عوض میدیم جلودن پوستای دیگر غیرها غیر از پوستی سابقیش. چرا پوستا تغییر میخوره؟ لیذوقوا العذاب که عذاب بچشه. یک محقق غربی تحقیق کرده بود که امی درد و علم کدام چیز احساس میکنه. بعد از بسیار مطالعات قوی ثابت کرده بود که والا اصلی درد که انسان حس میکنه از پوست حس میکنه. پوست است که انسان درد حس میکنه. کدام وقت آمده بود مسلمان چی میکرد؟ تلاوت قرآن میکرد و بعد از او کم کم ترجمه میکرد که آیت خوانده عجیب تعجب کرده که الله اکبر این نکته را غیر از من دیگه کس تالی را معلوم نکرده. من چی 1400 سال پیش قرآنی گپه گفته بوده که علم و درد به واسطه چی میشه؟ پوست. الله گفته که هر دفعه پوست میسوزه او را وسو میکنم پوست دیگر را میارم به خاطری که هر مرتبه عذاب چی کنه؟ بچشه. مردکت دست ایمان آورد. دست چی کرد؟ بس این کتاب واقعی الله متعال است. بشر در این مورد تحقیق دیگر نداشت پیش از ما. عجیب است که از ما کده پیش آیت قرآن بیان میکنه. یقینا که الله عزیز و حکیم است. عزیز هر اراده را که بکنه بالای کسی کدام عذاب که تجویز کرده حتما و عذاب واقع میشه. پاچه ها واره نیست که تهدید کنه کسی را باز دو از پیش گریز کنه در مملکت دیگه پناه ببره. امریکا با این بر قدرتش یک خبرنگارش نیست در روسیه که هست پناه میده، باز کدام مملکت برش پناه میده مچم کدام خرد مملکت است؟ ونزوئلا است چی است؟ دونمو هم امریکایی پناه میده. دیدی امریکا با این نیروی خود اونو را محاکمه و شکنجه کده نمیتونه، اما در نظام الله گپا وجود نداره. نه کسی فرار میتونه، نه در میره اراده الله را کسی گرفته میتونه. عزیز است. عزیز چی را میگه؟ ذاتی که زبردست است، هر ارادهش نافذ شده نیست. حکیم و حکمت والاست. اگر کسی سوال بکنه تعجب بکنه که الله با این صفات بزرگی خود، با این رحم و کرم خود، با این سخاوت و مهربانی خود چطور یک انسانه که عاجزی ضعیفه بار بار پوستایش تبدیل میکنه و باز عذاب داده رو ایسته. چرا؟ این خود نعوذ بالله ظلم میشه. جواب بگو نه. این مردم ها بارها پوستای خود تبدیل کرده، بارها در مقابل دین پوستی خود تغییر داده. وقتی که مقابل دین میشه در این جمع استاد شده، باز که در اون طرف مقابل دین شده در اون جمع استاد شده. حرام نیست، حرام.
یک دقیقه آرام نیست که در هر جای دو مخالفت دین شروع میشه این خود در اونجا میرسانه. اگر این الله 1000 سال عمر میداد اینی کارش بود، اینی کارش بود. از خاطر الله برش عذاب داده رئیس. والذین آمنوا و عملوا الصالحات، کسانی که ایمان داره و عمل صالح میکنه، سندخلهم، الله پس از این قدر گپا قانون عمومی را ذکر میکنه. الله میگه ما دشمنی ذاتی با یهود نداریم، با نصارا نداریم و نه دوستی ذاتی با مسلمان ها داریم. محور دوستی الله متعال ایمان و عمل صالح است. هر طایفه، اگر او یهود است، نصارا است، هندوست، صابیست، هر کسی که است در گوشی دنیا که است، عقیده صحیح را پیدا بکنه که ایمانی قرآنی است، با به مقتضای ایمانی قرآنی عمل صالح انجام بده، خاص به خاطر رضای الله، موافق نقشه رسول الله. الله میگه سندخلهم جنات تجری. ادعاهای شما غلط است که میگه ما در جنت میریم. غلط. چرا؟ آن چیزی که عامل برای دخول جنت است عقیده صحیح و عمل صالح است و هر دویش در شما موجود نیست. نه عقیده صحیح. چرا؟ عزیر ابن الله میگه در بین انبیاء علیهم السلام تفریق قائل استی، به احکام الله عقیده صحیح نداره. در کدامش که منفعت شخصی سور اجرا میکنه که نقصان تان آمد او را باز پنهان میکنه. یا شما نه در عقیدت درست هستی و عملیتون خیانه، چی رقمی عمل انجام میده. چطور خیر شما ادعای جنت داره؟ ادعای جنت کسانی بکنه والذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده، عقیده قرآنی داره، ایمان قرآنی داره و عمل الصالحات، عمل درست نیکو انجام میده. عمل نیکو کی را میگه؟ که دو شرط داشته باشه بعد از ایمان. کدام شرطا؟ خالص به خاطر رضای الله و به نقشه کی؟ رسول الله. سندخلهم، زود است که داخل کنم یارا، جنات در باغها، تجری که روان میباشه من تحت الانهار، در زیر درختها و قصرهایش جویا، خالدین فیها، همیشه میباشه بدن به طریق همیشه. لهم فیها، برای اینمی جنت یا در جنت ازواجون، جفت و جور است، مطهرتون، پاک کرده شده از هر نوع نجاست ظاهری باطنی، هر چیز، هیچ نوع پلیتی بد اخلاقی گپانا وجود نداره. و ندخلهم، داخل میکنم اینطور مردم ها را، ذلن، به اینطور سایه ها، ذلیلن، که همیشه سایه هستن. نه، الله متعال امو قسم ظاهرا بیان میکنه، اما حقیقت اون نعمت ها کی در دنیا دیده میشه؟ نمیشه. چرا که اونجا اینطور نعمت ها است که ما لا عین رأت، بگه ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قلب بشر هم خطور نکرده. اون نعمت ها نعمت هاست. خب الله متعال کل قباحت های یهود بیان کرد، بعد از او خلاصه سخن بیان کرد که الله دشمنی ذاتی با کسی نداره، دوستی ذاتی با کسی نداره. پیش الله متعال عقیده صحیح و عمل درست. اگر یهود میکنه تا را آگاهی داد که امتی پیامبر صلی الله علیه وسلم، توی طور فکر نکنی که تو بچه کاکای مستی، نه، از تو هم مطالبی ایمان صحیح و عمل صالح است. اگر این را نداشتی، ولو که سید مانده، بچه پدری پیغمبر علیه السلام در کجاست؟ نعوذ بالله، در جهنم است. در مسلم شریف خواندیم یا نخواندیم؟ پدریش است، مادریش است، کاکایی که خدمتا کده برش. نجات پیدا کرده نمیتونی بدون عقیده صحیح و عمل درست. برای ما درس داد که فریب نخوری. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات، یقینا الله متعال امر میکنه شما را که ادا کنی، بسپاری امانات الی اهلها، به حق دارایش، به کسایی که مستحق است اهلیتش داره. و اذا حکمتم، وقتی که شما فیصله میکنی بین الناس، در بین مردم، ان تحکمو، که شما فیصله بکنی بالعدل، به انصاف. ان الله، یقینا الله متعال، نعم، خیلی ذات، نعم یعظکم بی، خیلی خوب چیزا یعظکم، نصیحت میکنه بی، به او چیز، به خوب چیز شما را دستور داده. ان الله، یقینا الله متعال، کان، هست، سمیعا، شنونده کلام شما را در وقتی که فیصله میکنه که آیا طرفداری میکنه یا به عدالت فیصله میکنه، بصیرا، میبینه که در عمل آیا فیصله تان واقعا عدالت مراعات شده یا نشده، مکمل به الله معلوم است. دو چیز الله متعال بیان میکنه. یهود هم نمیتور دی صفتا خطا شده بودن. فرمان الله است که امانت به اهل سپرده شود. یهود امانت به اهل سپرده نشد، در رأسش علمایشان بود. امانتی که برای علما داده شده بود، بیان کردن تمام احکام و حقایقی که در کتابایشان است، او را گاهی هم برای عوام خود علمایشان بیان نکرد. نه بیان کردن حقایق موجب شد به اینکه اختلاف
پیدا شوه و مردم ایمان بالای پیغمبر علیه السلام نبیاره. نه، قرآن در یک نکته واضح می سازه فساد در تمام روی دنیا از دو وجه است. عوامل امن در تمام دنیا دو چیز است. دو چیز اگر بیا امن آمده میتونه، یک هر کسی که اهلیت کدام وظیفه و کار داره، کار وظیفه به اهل سپرده شوه، قوام حکومت، دوام حکومت، کامیابی حکومت، دو چیز مراعات بکنه، سپردن وظیفه به اهل، یک در وقت فیصله عدالت مراعات کردن، خیشداری و قومداری و گپان نباشه، رویداری نباشه، هر کس ناحق است ناحق، حق است حق، خلاص حکومت کامیاب است، امن جابجا است، هیچ نوع فساد دیگه دیده نمیشه. قرآن در دو کلمه خلاصه میکنه. پشتی امن میر، امن چیزی است که کافر و مسلمان میگه خوب است او پشتش میدوه. خب اسباب امن چیست؟ اسباب امن دنیای کفر میگم یک مملکت نیروی قوی پیدا کنه، دیگران را چی کنه؟ زیر فشار خود بیاره. امریکا امروز میگه ما امن میاریم، ما امن میاریم. دروغ چرا میگی؟ دنیا سابق خیلی امن بود، حالی گرفتی کل گیره جنگان یک مملکت بدونی تخ و توخ نیست از دست تو بدبخت. اسباب امن اسلام آماده کرده. عقیده را درس میده اسلام که سبب امن است، سبب امن است. نماز سبب امن است، روزه سبب امن است، زکات سبب امن است، حج سبب امن است. دقیق شوی یک دفعه در فلسفه هر عبادت الله که کدام احکام سر ما فرض کرده برای فایده خودی ما، عملی کردن احکام الله خود به خود سبب امن است. روزه سبب امن است. یک مثال براتون میگم. روزه سبب امن است. چرا؟ نفس ما تلاش داره، کدام چیزی که در دسترس تو قرار داره خوب میوه، اما گرفته خلطه ایجا از پیشت باقی مانده، پیسم زرش داده، غل کرده، فکر دیگه طرف است، خلطه را میگیرم برو بخیر. لیکن روزه است و من روزه کنترل بکنم نفسی خدا. همین مردکه را چی طور؟ باز بیگاه روزه را سر ازی چی دقیقه افطار کنم. ترافیکا خب روزه را افطار میکنه، پولیسا خب روزه را افطار میکنه، مامورای دولت خب روزه را افطار میکنه. تجارای ما خوش نشوه در غیر رمضان فایده را 2 روپه میگرفتی که رمضان شد 20 روپه باز خب روزه را افطار میکنی. از همین دکانکت برده خبرداری نه؟ مامور صاحب از همین دفتره که رشوت برده روزه را سرش افطار میکنی. ترافیک خو رفته از دریور گرفته، پولیسا از کراچی او را بزن استاتو خیر است یکمی عامر صاحب میره، حالی عامر صاحب کی رفت پسان چی میشه؟ بیچاره کراچیون لق استاد است از او کده که خوب امن نیست در پاکت میپرده بدر میره بیگاه باز روزه هم سرش افطار میکنه، به اولادی خدا میده. باز چی طور میگن که دعا کنه که دعا قبول شود، الله رحم بکنه. ملت ما بسیار کم مردم پیدا شود که به رزق حلال گزاری خدا بکنه، معیشت خدا پیش ببره، الله رحم بکنه. هیچ کی نباشه گیروی کده، گیرو هست این خب بیخی لازمه بگه زندگی مردم افغانستان خصوصا کابل شده، الله رحم بکنه. این در بدری ها هست، نظم میا امن میا به شرطی که ما به دستورات الله عمل بکنیم. قرآن به 2 نکته خلاصه کرد. امن کی میا؟ وظیفه را به اهل بسپار. کسی که لیاقت وزارت داره بده وزارت برش، کسی که نداره اهلیتش داره، نه بچه کاکایت است، نه ماما، نه سمتیت است، نه از زبانیت است، نه از رنگیت است، اما آدمی است که قابلیت داره. خب فکرتان بگیره که اهل باشه، امرای اهل. اینجا که این الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، شما ادا کنی ای مؤمنا به اهلش، یعنی او جانبی که اهلیت داره مؤمن باشه. اگر او اهلیت داره خب قابلیت داره، بعضی مامورات در دفتری تورست کامپیوتر پیش شاگردام نیست، خب لیکن چی نداره؟ دیانت نداره. این طور در حساب میزنه بگوه 1 صفر اضافه میکنه برو بخیر. دولت باز کی او را تعقیب میکنه؟ میزنه پول میکشه به میلیونا، بگوه میده اوجا به اینی قدر، این گپا را میکنه. امرای اهلیت دیانت ضروری پیش ضروری است. دوم وقتی که فیصله میکنه بدیهی گپ است که انسان ها یکی بالای دیگه
تجاوز میکنه، حال دیگه فیصله عادلانه بکو. اگر در دنیا این دو صفت پیدا شود در حکومت ها و در دنیا، امن خود به خود برقرار است، هیچ نوع فساد دیگه دیده نمیشه. قرآن کریم در اینجا میگه ان تعدوا الامانات الی اهلها، ان الله یأمرکم، کل شما را امر میکنه. امانات هم جمع ذکر میکنه. معلوم شد که هر کدامی ما یک چیزی در اختیار داریم که بسپاریم به اهلش. هر کدامی ما یک چیزی در اختیار داریم که به اهلش بسپاریم. او امانت هم امو امانت عرفی نیست که من پیسه را پیش کسی بگذارم یا قرآن کریمی خود پیش آجی صاحب بگذارم، پسان من گفتم میایم میرم در دکاندار یک چیز بمانم میگم دیگر از میایم میبرم. این را ما و شما امانت میگیم. اما امانت اینجا مفهوم عام داره. اعضای ما امانت است، عقل ما امانت است، قرآن امانت است، اسلام امانت است، بگه اولاد امانت است، مال و دارایی که الله برات داده امانت است، منصب و وظیفه که در کدام جای برات نصیب شده امانت است. الله متعال میگه کلی امانت در اهلش بسپار. دست ما امانت است. الله میگه وظیفه دست چی است؟ توسط از چی کسب بکو. اگر توسط از دزدی کردی امانت خیانت کردی. الله دست برات نداده بود که حق دیگر را تجاوز بکو. محنت بکو، محنت. اولاد دست پیدا کو، رزق حلال کمایی بکو. چشم امانت است، گوش امانت است، عقل امانت است، هم اعضای ما امانت است.